بنده کی؟ بنده خدا. امت کی؟ امت محمد مصطفی. دوست داری کی؟ دار با صفا. مذهب کی داری؟ مذهب امام اعظم. از ملت کی؟ از ملت ابراهیم خلا. از شاعران کی را از میشناسی؟ شاعران عمر عثمان ابوبکر حیدر. در دهنت چیست؟ کلمه شهادت. در بینیت؟ روی محمد. در چشمات؟ نوری محمد. در سرت؟ تاج دولت. در گوشات؟ از آن قامت. در دستات؟ خیر سخاوت. در پشتت؟ بار شریعت. در پاات؟ پای بطهرت. دینت چیست؟ اسلام. کتاب چیست؟ قرآن. نامهای خداوند چند تا؟ 99 تا. کدام حضرت روزی بطورش کرد؟ حضرت ابراهیم. کدام حضرت به پدر به اون تلشده؟ حضرت آدم. حضرت آدم که تلشده؟ روز جمعه. که دینی با بیش رفته؟ روز جمعه. کدام حضرت به پدر تلشده؟ حضرت عیسی. نام چه حضرت عیسی؟ مریم. کدام حضرت سرشان چه تطیق داره؟ حضرت علی. حضرت محمد چند سال به در دنیا گذشت؟ 63. بعد چند سال اومدی؟ 90 سال. برای 60 سال اومدی؟ 7 سال داشتم معراج گذشت. داشتم معراج گذشت. حضرت محمد در شب معراج در یکم آسمان با کدام حضرت بخورد؟ و حضرت آدم. در دیم آسمان؟ در دوم آسمان خدای حضرت یحیی و حضرت عیسی. در سوم آسمان؟ در سوم آسمان خدای حضرت یوسف. در چهارم آسمان؟ در چهارم آسمان خدای حضرت ادریس. در پنجم آسمان؟ در پنجم آسمان خدای حضرت هارون. در ششم آسمان؟ در ششم آسمان خدای حضرت موسی. در هفتم آسمان؟ در هفتم آسمان خدای حضرت ابراهیم. حضرت محمد چند سال بعد زن گرفت؟ 5 ساله. خدیجه چند سال گرفتش؟ 40 ساله. چند سال زندگی کردن؟ 20 سال. چند کودک داشتن؟ 7 تا. چند بچه چند دختر؟ 3 بچه 4 دختر. نامای بچه هاش؟ سوید قاسم عبدالله. نامای دختراش؟ زینه رقیه ام و فاطمه. نام بچه حضرت محمد؟ آمینه. نام آتش؟ عبدالله. نام دایش؟ حلیمه. ستون دین چیست؟ نماز. زکات بدن چیست؟ روزه. دشمن نماز قرآن کیست؟ شیطان. نماز چند وقته؟ 5 وقت. نمازشو؟ بامداد پیشین عصر شام گفتن. قرآن چند پاره؟ 30 پاره. چند سوره داره؟ 114. چند سجده داره؟ 14 تا. بزرگترین سوره قرآن؟ بقره. کوتاه‌ترین سوره قرآن؟ کوثر. دل قرآن کدام سوره؟ حضرت یاسین. صفحه قرآن کدام حضرت جابجا کرده؟ حضرت اسمان. بزرگترین معجزه حضرت محمد چیست؟ قرآن مجید. در قرآن نام بسم الله چند بار میگه؟ 113. کدام سوره به بسم الله سجده؟ سوره توبه. اولین آیت که با واسطه جبرائیل نازل گرده بود کدام آیت است؟ اقرا یعنی بخوان. جبرائیل کیست؟ یکی از 4 فرشته ای به الله نزدیک. چند سوره در مکه نازل شده است؟ 86 تا. چند سوره در مدینه نازل شده است؟ 8 تا. در قرآن نام حضرت عیسی چند مرتبه میگه؟ 25 بار. نام حضرت آدم؟ 25 بار. نام حضرت عیسی؟ 131. در قرآن لفظ الله چند مرتبه ذکر شده است؟ نه 180. بنده کی؟ بنده خدا. امت کی؟ امت محمد مصطفی. دوست داری کی؟ دار با صفا. مذهب کی داری؟ مذهب امام اعظم. از ملت کی؟ از ملت ابراهیم خلا. از شاعران کی را از میشناسی؟ شاعران عمر عثمان ابوبکر حیدر. در دهنت چیست؟ کلمه شهادت. در بینیت؟ روی محمد. در چشمات؟ نوری محمد. در سرت؟ تاج دولت. در گوشات؟ از آن قامت. در دستات؟ خیر سخاوت. در پشتت؟ بار شریعت. در پاات؟ پای بطهرت. دینت چیست؟ اسلام. کتاب چیست؟ قرآن. نامهای خداوند چند تا؟ 99 تا. کدام حضرت روزی بطورش کرد؟ حضرت ابراهیم. کدام حضرت به پدر به اون تلشده؟ حضرت آدم. حضرت آدم که تلشده؟ روز جمعه. که دینی با بیش رفته؟ روز جمعه. کدام حضرت به پدر تلشده؟ حضرت عیسی. نام چه حضرت عیسی؟ مریم. کدام حضرت سرشان چه تطیق داره؟ حضرت علی. حضرت محمد چند سال به در دنیا گذشت؟ 63. بعد چند سال اومدی؟ 90 سال. برای 60 سال اومدی؟ 7 سال داشتم معراج گذشت. داشتم معراج گذشت. حضرت محمد در شب معراج در یکم آسمان با کدام حضرت بخورد؟ و حضرت آدم. در دیم آسمان؟ در دوم آسمان خدای حضرت یحیی و حضرت عیسی. در سوم آسمان؟ در سوم آسمان خدای حضرت یوسف. در چهارم آسمان؟ در چهارم آسمان خدای حضرت ادریس. در پنجم آسمان؟ در پنجم آسمان خدای حضرت هارون. در ششم آسمان؟ در ششم آسمان خدای حضرت موسی. در هفتم آسمان؟ در هفتم آسمان خدای حضرت ابراهیم. حضرت محمد چند سال بعد زن گرفت؟ 5 ساله. خدیجه چند سال گرفتش؟ 40 ساله. چند سال زندگی کردن؟ 20 سال. چند کودک داشتن؟ 7 تا. چند بچه چند دختر؟ 3 بچه 4 دختر. نامای بچه هاش؟ سوید قاسم عبدالله. نامای دختراش؟ زینه رقیه
نام بچه حضرت محمد. آمینه، نام آتش. عبدالله، نام دایش. حلیمه، ستون دین چیست؟ نماز، زکات بدن چیست؟ روزه، دشمن نماز و قرآن کیست؟ شیطان، نماز چند وقته؟ 5 وقت، نمازشو. بامداد، پیشین، عصر، شام، گفتن، قرآن چند پاره؟ 6 پاره، چند سوره داره؟ 114، چند سجده داره؟ 14 تا، بزرگترین سوره قرآن. بقره، کوتاه‌ترین سوره قرآن. کوثر، دل قرآن کدام سوره؟ حضرت یاسین، صفحه قرآن کدام حضرت جابجا کرده؟ حضرت اسمان، بزرگترین معجزه حضرت محمد چیست؟ قرآن مجید، در قرآن نام بسم الله چند بار مگه؟ 113، کدام سوره به بسم الله سجده؟ سوره توبه، اولین آیتی که با واسطه جبرائیل نازل گرده بود کدام آیت است؟ اقرا یعنی بخوان، جبرائیل کیست؟ یکی از 4 فرشته ای به الله نزدیک، چند سوره در مکه نازل شده است؟ 86 تا، چند سوره در مدینه نازل شده است؟ 8 تا، در قرآن نام حضرت عیسی چند مرتبه مگه؟ 25 بار، نام حضرت آدم. 25 بار، نام حضرت عیسی. 131، در قرآن لفظ الله چند مرتبه ذکر شده است؟ نه